سلام وقتتون بخیر. قراره توی این ویدیو نحوه ادیت کردن ویدیوهای سوشال میدیا کلادفورمیکس رو بگم. ویدیویی که فایل امووی هستش رو با این شات باز میکنیم. اینجا هیچ کاری توی ادیتش انجام نمیدیم به غیر از اینکه توی قسمت فیلتر اینجا برایتنس رو حدود -20% کم کنیم و ساتوریشن رو -5 کنیم. اینجا یه دونه اکسپورت 2K میگیریم. وقتی اکسپورت شد در صفحه هوم برنامه اینشات ویدیو رو باز میکنیم. اینجا مرحله هستش که قرار اضافات ویدیو تریم بشه. ما چجوری تریمش میکنیم؟ دو حالت داره، یا اینکه میایم توی این قسمت پریکات و از اینجا تریم میکنیم اضافات رو، یا کات وسطش میزنیم میگیم من این قسمت و این قسمت رو میخوام، یا اینکه از روی تایملاین اصلی انتخاب میکنیم و تریممون رو انجام میدیم. اینجا وقتی تایملاین رو زوم اوت میکنیم میتونیم نگاه کنیم ببینیم که کجا حرفی زده میشه و کجا حرف زده نمیشه. ببینید اینجا که حرف زده میشه از قبلش یک زومین کوچولو میکنیم و اسپلیت رو میزنیم و اضافاتش که الان مثلا 55 ثانیه هستش رو دیلیت میکنیم. همینطور قسمت هایی که صحبت میشه رو دونه دونه تریم میکنیم تا بعدا ازشون استفاده کنیم. یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که ما ویدیوها رو روی سرعت 1:1 که اینجا 1:10 نشون میده تنظیم میکنیم. این 1:1 هستش که خیلی کمه، 1:10 تنظیم میکنیم و بهتره که این کار رو اول انجام بدین قبل از اینکه تریمتون رو انجام بدین. به خاطر اینکه اگر شما تریمتون رو انجام بدین، بر فرض مثال اگه الان روی 1 باشه اینجا رو شما تریم کنین، یه دور باید اینو 1:10 کنید، یه دورم باید اینو 1:10 کنید و خب این خیلی کار وقت گیری خواهد شد به خاطر اینکه سرآخر شما حدود 10-12 تا تیکه تریم شده دارید که کنار همدیگه هستن و اگر بخواید 10-12 بار این رو روی 1:10 ببرید سرعتش رو خیلی ازتون وقت میگیره. پس قبل از شروع هر کاری توی فایل جدید اول میایید اسپید رو روی 1:10 میذارید و بعد شروع میکنید به تریم کردن. قبل از شروع صحبت، بعد از صحبت، دوباره قبل از شروع صحبت، Lambda. بعد از صحبت و این کار رو مداوم انجام میدین تا آخر ویدیو و حواستون باشه که حتی 100 ثانیه‌ای بین صحبت ها فاصله نباشه. الان نگاه کنین برای مثال زوم که میکنین روی تایملاین این شکلی We're paying for stabilization. الان نگاه کنین اینجا صحبتش تمام شد اما تا 2 ثانیه هستش. اینجا شما میارید تا حدود یک کوچولو بعد از اینکه صحبت تموم شده و دوباره ویدیو رو چک میکنین. Stop over میبینین فاصله دیگه بینش نیستش. cost optimization. Stop overpaying for و بعد تا جایی که میتونین این فاصله ها رو بردارین، چون هر چقدر فاصله ها بیشتر باشه ویدیو حوصله سربرتر میشه و به کارمون نمیاد. مرحله تمام شه ویدیویی که حدود 1 الی 3 دقیقه اومده رکورد شده تا 30 ثانیه جمع میشه و یه همچین شکل شمایلی داره. stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. Think Lambda is cheap? If you're not setting memory size smartly. پس فاصله بین جملات باید انقدر باشه تا جایی که میشه حذف بشه تا ویدیو خیلی کوتاه بشه. این آخرین قسمت این مرحله بود. دوباره ما این فایل رو روی 2K اکسپورت میکنیم و میریم واسه مرحله بعدی. مرحله بعدی مرحله‌ایه که ما با ترانسکریپت کار داریم. این ترانسکریپت همون ویدیویی که الان من ادیت کردم. ما اینو کپی میکنیم تا یه جایی بتونیم هایلایتش کنیم، چون نیاز داریم که بدونیم واسه هر قسمت چه آبجکتی باید بذاریم یا اینکه کجا تمام صفحمون قراره بره و قراره فقط تکست باشه. خب حالا که ترانسکریپتمون رو یه جایی داریم که بشه ادیتش کرد، 2 تا کار داریم که باید انجام بدیم. یکی این که کلماتی رو انتخاب کنیم که میشه یه سری آبجکت براشون آورد و یه جورایی به صورت بصری نشونشون داد. مثلا چیپ، بعدش wasting money. اینا کلماتی هستن که میشه نشونشون داد. مثلا کلمه‌ای مثل based on رو نمیشه نشون داد، ولی memory و costs اینا چیزایی هستن که میشه نشون داد. بعدم باید دقت کنیم که
به جز آبجکت هایی که قراره بریم جدا دانلود کنیم، یه سری آبجکت هایی هستن که باید استفاده بشن. مثلا اگر داریم درباره AWS صحبت میکنیم، باید آرم AWS یه جایی توی این ویدیو استفاده بشه. قسمت دوم که بعد انجام بدیم، کار دوم که بعد انجام بدیم اینه که انتخاب کنیم کدوم قسمت از جمله ما یا کدوم قسمت از کل ترانسکریپت ما طوری هستش که نمیشه زیاد آبجکت نشون داد در کنارش. یعنی این قسمتی که من دارم انتخاب میکنم رو نگاه کنین. اینو من اینجوری هایلایت کردم به خاطر اینکه قراره سرآخر یه بک‌گراندی بیاد روش و فقط تکست باشه و تا جایی که میشه ما باید جمله‌های کوتاه رو انتخاب کنیم، چون اگر این قسمتی که فقط قراره تکست بیاد طولانی بشه حوصله سربر میشه و ویو نمیخوره. برای همین یه قسمتی از هر ترانسکریپتی که دستتون هست، از هر ویدیویی که قرار ادیت کنین رو انتخاب کنین که این جمله‌ای باشه که قرار تماما تکست باشه و فقط صدا و تکست قراره اون قسمت از ویدیو رو کاور کنن. وقتی تمام کلماتی که لازم بود رو انتخاب کردیم، حالا میتونیم این کلمات رو دونه دونه توی کنوا سرچ کنیم و گرافیکسی که لازم داریم رو دانلود کنیم. مثلا کلمه اولمون استاپ هستش، میریم یه کلمه سرچ میکنیم که مربوط بهش باشه و از همون استفاده میکنیم. یه پروژه سفید و خالی باز میکنیم. این الان آخرین عکسی هستش که من اکسترکت کردم. اینجا توی قسمت elements، این قسمت سرچ میکنیم استاپ رو. میایم توی تب گرافیکس و تمام اینایی که بهش مربوطه رو نگاه میکنیم. بهتره که تمام شیپایی که انتخاب میکنیم همشون شبیه به همدیگه باشن. یعنی اگر اولی 3D هستش بقیهشون هم همینطور باشه، اگر نمیدونم دو بعدی هستش همینطور، فرق نمیکنه. همین که شکل و شمایل دیزاینشون شبیه همدیگه باشه باعث میشه کار حرفه‌ای تر بشه. اونی که لازم داریم رو انتخاب میکنیم و خب اینجا ببینین این قسمت یه چیزی هستش که باید همیشه حواستون بهش باشه. لباس این آدم سفیده و بک‌گراند هم سفیده. ما وقتی بخوایم اینو ببریم توی ویدیو قراره بک‌گراند رو حذف کنیم و وقتی کروماکی رو روی بک‌گراند بذاریم که سفید هستش، تمام چیزایی که توی عکس سفید هست رو پاک میکنه. پس ما باید رنگ بک‌گراندمون رو عوض کنیم تا لباسش پاک نشه. بک‌گراند رو یه رنگ کاملا متفاوت نسبت به چیزایی که توی خود عکس هستش میذاریم و از اینجا دانلود میکنیم. برمیگردیم داخل اینشات و ویدیومون رو توی یک پراجکت جدید باز میکنیم. پراجکت قبلی رو ادیت نمیکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه پراجکت قبلی یک ویدیوی کاملا 3 دقیقه‌ای بوده و اگر ما بخوایم اون رو ادیت کنیم مموری به ما اجازه نمیده که بتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم و همونطوری که لایه ها و اورلی ها رو اد میکنیم همینطوری کارمون سخت‌تر میشه. برای همین الان که ویدیوی اصلیمون شده 27 ثانیه، این رو توی یه فایل جدید باز میکنیم تا هر چقدر اورلی اد کردیم این باعث لگ یا باگ برنامه نشه. Stop overpaying for Lambda. خب همونجا که استاپ رو گفتش ما زوم میکنیم توی قسمت PIP اوورلی جدیدی که دانلود کردیم رو اد میکنیم. اینجا که اد شد اولین کاری که میکنیم اینه که توی کات اوت کروما رو انتخاب میکنیم و روی همون بک‌گراندی که بهتون گفتم میذارید. برای اینکه عکسمون یه انیمیشنی داشته باشه و همینطوری نخواد یهو اینجا ظاهر بشه از کی فریم ها استفاده میکنیم. کی فریم رو نمیتونن فقط یک بار استفاده بشن، باید حداقل 2 بار باشه. مثلا اول این میتونه بیرون از صفحه باشه و ما اینجا کی فریم رو میزنیم، پلی میکنیم، دوباره یک کی فریم میزنیم و میاد داخل عکس. باید تا چه که میشه کوچیک باشه که از اینجا روی سر نیاد یا از کادر بیرون نزنه، اینطوری که یه همچین شکلی میشه.
و وقتی صحبتش توی این جمله تموم شد باید از اینجا خارج هم بشه، نه اینکه یهو اینجوری اسپلیت بخوره و محو بشه. Stop overpaying. اینطوری نباید باشه. مثلا ببینیم کجا دیگه نیاز به این آبجکت نداریم. Stop overpaying for lambda. اینجا تموم میشه. پس یک کی فریم اینجا و یک کی فریم هم اینجا. پس ما 2 تا برای ورود و 2 تا برای خروج میخوایم. یه همچین شکلی. چون اگر فقط آخری رو بزنیم تمام مدت میخواد این شکلی خودش رو بالا بکشه. کی فریم ما 4 تا کی فریم داریم. کی فریم دوم و کی فریم سوم توی یک مکان هستن. ولی کی فریم اول بیرون کادره و کی فریم چهارم هم قرار بیرون کادر باشه. این شکلی میشه. Stop overpaying for lambda. Real world cost. پس خروجش یه همچین شکل شامل داره. میتونه یه ذره طولانی تر هم باشه. این شکلی. Stop overpaying for lambda. Real world cost optimization. تمام آبجکت های دیگه‌مون هم بر اساس کلماتمون دانلود میکنیم و اد میکنیم توی PIP ها به عنوان یه اوورلی. فقط یادتون باشه توی این شات نمیتونین بیشتر از 4 تا اوورلی رو روی همدیگه استفاده کنین. مثلا اگر شما از این عکس دیگه هم داشتین و میخواستین اد کنین، برای مثال اگر همچین چیزی داشتین و میخواستین 4 تا آبجکت داشته باشین به این صورت، نگاه کنین میگه که بیشتر از این نمیتونین اد کنین و کلا 4 تا آبجکت همزمان میتونن کنار هم دیگه باشن. اگر شما میخواین یه آبجکت اد کنین، این رو باید از توی این تایملاین پایین بیارید، وگرنه بیشتر از 4 تا رو هم دیگه نمیتونن باشن. اگرچه همین 4 تایی هم که در کنار هم دیگه هستن باعث میشن که کارتون سخت بشه و با لگ پلی بشه، ولی بیشتر از این حتی اجازه هم نمیده بهتون. برگردیم به قسمتی از ترانسکریپت که هایلایت نارنجی داشت. نکنین از many teams شروع میشه تا higher costs. این رو توی ویدیو پیدا میکنین. Just based on memory and duration. Many teams. از اینجا Duration. یه دونه اوورلی ویدیو اد میکنیم. من این ویدیوها رو توی گوگل درایو توی یه فولدر به خصوص براتون میذارم. نکنین اینجا یه سری ویدیوهای بک‌گراند هست که به احتمال زیاد خیلیاشون به کار میان. برای مثال این یکی. این رو وقتی آوردین میتونید به صورت منوال بزرگش کنین یا اینکه میتونید انتخابش کنین و این دکمه رو بزنید. خودش فول اسکرین میشه. And duration. Many teams. ویدیوتون نباید همینجوری یهویی بیاد، برای همین انتخابش میکنین. توی قسمت انیمیشن یه دونه انیمیشن این و یه دونه انیمیشن اوت بهش میدین. من معمولا برای این زوم اوت رو بهش میدم و تمام انیمیشن های این ان اوت باید خیلی خیلی کوتاه باشن که حتی بیننده متوجه انیمیشنشون نشه، به خاطر اینکه خیلی انیمیشن های خوبی نداره این شات. واسه همین 1/100 ثانیه، نه 1/10 ثانیه یا 2/10 ثانیه رو انتخاب کنید. این شکلی بشه. Teams under. دوباره نگاه کنید. And duration. Many teams. یکی هم برای اوت که میتونه این سری زوم این باشه که توی صفحه بیاد و محو بشه. Save money. ببینیم کجا باید تمام بشه. Allocate memory, causing slower execution and higher costs. خب قرار بود تا هایر کاست تمام بشه، برای همین تا اینجا کوتاهش میکنیم. Execution and higher costs. Use a. فقط حواستون باشه وقتی که میره روی ویدیو قبلی نباشه، باید تا اینجا باشه که ویدیو قبلی دیگه معلوم نشه. Use a. اینجا رو خالی میذاریم، هیچ نوشته‌ای روش نمینویسیم چون کپشن ها رو با این شات نمیذاریم. این شات البته قسمتی داره که توی تکست بخواد کپشن ها رو براتون بذاره، ولی معمولا کار نمیکنه، برای همین از اپلیکیشن کپشن ها استفاده میکنیم. نگاه کنین اینجا داره سعی میکنه که کپشن بزنه و ارور میده، واسه همین توی اپلیکیشن کپشن ها انجامش میدیم. اول ویدیو بعد انجام بدین توی فایل جدید اینه که توی قسمت افکتس AI Effects رو انتخاب میکنین و توی آخرین تب اولین بلور رو انتخاب میکنین. Stop overpaying for lambda. Real world cost optimization. این رو سر ویدیو میذارید، وای میسید تا کارش توی این قسمت انجام بشه. و بعد شروع میکنید به انجام ادیتتون. کاری که این قسمت کردش اینه که این بک پشت رو براتون بلور میکنه.
نکنین اگر دیلیتش کنیم می‌بینین که اصلش این بوده. حالا شما اینجا میتونین این رو کم و If you're زیاد not setting کنید. memory size ولی بهتره که کم باشه، چون اگر زیاد باشه نشون میده که توی این قسمت ها یه سری جاها بلور نیستن. نگاه کنین. stop over میبینین این قسمت ها اینجوری خیلی دارن به چشم میان. درسته پشتش کامل معلوم نیست، ولی خب بالاخره نتونسته یه سری قسمت ها رو تشخیص بده. برای همین روی حدود 40% تنظیمش کنین. overpaying for lambda. Real world cost optimization. اینجا دیگه معلوم نیست باگ‌هاش چیه و کجاها نتونسته کارش رو انجام بده. شما قبل از اکسپورت کردن ویدیو باید انجامش بدین. نکنید توی ترانسکریپت آخرش 3 تا پچ گذاشته که اینا CTA هایی هستن که قرار آخر ویدیو قرار بگیره. بر فرض مثال شما 10 تا ویدیو دارین، ولی این 10 تا ویدیو توی حد اکثر 3 بخش تقسیم میشن که یکی از این CA ها بالاخره بهش میخوره. پس شما گوش میکنین ببینین ویدیویی که دارید ادیتش میکنید درباره کدوم صحبت میکنه و کدوم یکی از این CTA ها مثل 1 2 3 بهش مربوطه. مثلا داره راجع به کاستم سکیوریتی حرف میزنه یا DevOps یا AI فوکس. بر همون اساس اون CTA به خصوص رو هم درست مثل ویدیوها ادیت میکنین و آخرش قرار میدین. الان بهتون نشون میدم چطوری. مثلا ببینین الان ویدیوی ما داشت راجع به کاستن سکیوریتی فوکس صحبت میکرد. برای همین ما اولین ویدیو رو انتخاب میکنیم که ادیتش کنیم. این ویدیو رو جدا از ویدیوهای دیگه‌تون ادیت کنین تا آخرش نخواین هر بار ادیتش کنین و فقط اد کنید و اکسپورت بگیرید. این ویدیوی کاستن سکیوریتی هستش. دوباره مثل ویدیوی اول فقط اکسپورتش میکنین. بعد از اینکه برایتنس رو یکم کم کردین، ببینید این یکی نیاز نداره اندازه 20% کم بشه چون خیلی تاریک میشه دیگه، و یکم هم ساتوریشن رو اضافه کنید. اکسپورت میگیرید. توی فایل جدید بازش کنین و دوباره شروع کنین به ادیت کردنش مثل بار قبل. با این تفاوت که این بار چون ویدیو خیلی کوتاهه و سرآخر نگاه کنین کلا 40 ثانیه است. سرآخر قراره 10 ثانیه بشه. همینجا کار بلورتون رو انجام بدین. FX AI افکت و بلور رو بزنین. همینجا اوورلی اگر قرار اد بشه اد کنین و این ویدیو رو در کنار اون دوتای دیگه مثل این دوتا که درباره DevOps یا AI فوکس صحبت میکنن برای خودتون نگه دارید. الان ببینید من اضافاتش رو حذف کردم. دیگه میتونم افکتش رو بذارم. Do you want a second set of eyes on و اگر آبجکتی نیاز داشت اضافه کنم و در آخر ادش کنم به ویدیوی اصلی. اکسپورت رو میزنیم. اینجا موقع اد کردن یه نکته هست که خوب حواستون باشه، بهتون کمک میکنه. نکنین اسم تمام این ویدیوها رو، همشون اسمایی هستن که خود اپلیکیشن گذاشته، ولی پایینتر من چیزایی که خودم قبلتر استفاده کردم رو اسمشون رو رینیم کردم. اینجوری خیلی کمک میکنه که شما بتونین متوجه بشین که الان به کدوم یکی از این پروژکت ها باید برگردین. مثلا این یکی رو من باید رینیم کنم. برای مثال میگم نمیدونم این ویدیو چندمه، برای همین عددش رو نمیزنم، ولی یه دونه فرست تریم دارم، یه دونه مین تریم دارم. برای همین میخوام برگردم به مین تریمم. اینجا مینویسم این رو. اینم که CTA هم بود. میدونم خب من الان از CTA بعد در بیام برم توی مین تریم stop overpaying for که همچین چیزی داشتم و اینجا با اد کردن ویدیو CTA هم رو اد کنم این شکلی. money by increasing memory? Stop guessing. Tune it once. نکنین اینجا من افکت هم چون اومدم اینجا افکت گذاشتم اضافه اومده، بر همین نیاز نیستش. تا سر خود ویدیو قبلی افکت رو میذارم به این صورت. Tune it once, save every month. Do you want a second set of eyes on your cloud costs or security gaps? I'll do a free audit for you. Quick, actionable, no fluff. Links below. اینم از این میشه کل ویدیوتون و از اینجا هستش که میریم توی کپشن و ادیت رو میزنیم. قسمت ها توی ویدیو مهمه که ما یه زومین لحظه‌ای داشته باشیم برای پارت هایی که میخواد روی جملات تاکید کنه. ما وقتی این کار رو میکنیم به مخاطب نشون میدیم که این لحظه خیلی مهمه و باید حواست باشه که چی داره میگه. برای همین یه دونه زومین داریم. مثلا این قسمت اولش که یه هوک هستش میتونه این زومین رو داشته باشه و معمولا توی هر ویدیو 2 بار این کار رو انجام میدیم. نگاه کنید. Stop overpaying for lambda. این استاپ میتونه روش تاکید بشه و با زوم کردن روش تاکید میکنیم. نکنین مثل همونطوری که
اوورلیمون رو گذاشتیم، این عکس استاپ رو گذاشتیم و از کی فریم استفاده کردیم، اینجا میتونیم همین کار کنیم. روی کی فریم میزنیم و قبل از اینکه کلمه رو ادا کنه یه زومین انجام میدیم. کی فریم دوم رو میزنیم و زومین. حدود 10% زوم کنیم، مثلا صورتش رو نگیرید تا اینجا. نکنید اینجاست و انقدر میاد جلو. Stop overpaying for Lambda. وقتی صحبتش تموم میشه دیگه میتونه زوم اوت بشه. نکن الان آخرین کلمش رو گفت. قبل از اینکه ویدیوی بعدی شروع بشه، کی فریم دوم انقدر فاصلش باشه خوبه. دوباره زوم اوت که به حالت قبلیش برگرده و تا آخر ویدیو زومین نمونه. نگاه کنین. Stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. به این صورت وقتی تمام اوورلی های مربوط رو اد کردین، میریم سراغ این که برای هر اوورلی یه دونه ساوند افکت بذاریم. برای مثلا همین اولین اوورلی که اد شده، Stop over. این یه حالت ورودی داره دیگه، برای همین میتونه یه صدایی داشته باشه که انگار باعث ورودش میشه. توی قسمت آدیو وارد میشین، یا میتونین از افکت‌های خود این شات استفاده کنین یا از افکت‌هایی که توی گوگل درایو براتون قرار دادم. اگر خود افکتاشون رو بزنین، اینجا برای حالات مختلف صداهای مختلف داره، ولی خب من معمولا از هیت برای ورود و خروج استفاده میکنم. اینجا هیت رو سرچ کنین، میبینین این صدایی داره که انگار میتونه وارد بشه. صداش رو باید یه کوچولو کم کنین، یه کوچولو که بیشترش رو باید کم کنین، از 100% تا 40 بیاریدش و این قسمت اولش که هیچ صدایی نداره رو ببرید. Stop over. میبینید این باعث میشه که این صداش بشه. این 40 هم زیاده، میتونین 40 رو کمتر کنید. تمام ساوند افکت ها رو برای تمام آبجکت ها که اد کردین میتونین قبلش هم این کار رو انجام بدین، ولی خب الان برای من مرحله اینه که موزیک بک‌گراند رو اد کنم. بک‌گراند موزیک ها هم همه رو براتون توی گوگل درایو گذاشتم. نگاه کنین این 5 تا موزیکایی هستن که برای بک‌گراند داریم. به طور رندوم یکیشون رو انتخاب کنین که در ویدیو اخیرتون استفاده نکردین، مثلا این، و بدونین که موزیک بک‌گراند باید از 5% به پایین تر باشه صداش تا صدای خود گوینده معلوم بشه. نگاه کنین الان روی 100 هستش، ما اینو حد اکثر روی 5 میاریم. بعضی موزیکا هستن صداشون خیلی بیشتره، اونا رو حتی تا 1 هم میتونید ببرید. و توی ادیت میتونید انتخاب کنین که موزیک از کجا شروع بشه. مثلا از اینجا میزنیم و به همچین شکلی در میاد. Stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. Think Lambda is ببینید اینجا حتی میتونه یک کوچولو کمتر هم باشه صداش. 4 یا 3. Stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. این میتونه خوب باشه. دونه دونه اوورلایاتون رو برای تمامی کلماتی که بسته به ترانسکریپتتون هایلایت کردید استفاده کنید. دانلود کنید، عکساشون رو اد کنید توی اوورلای و این بخش رو هم بذارید. این بخش گوشش، این بخش رو هم اد کنید. وقتی این کار انجام شد، تمام این کار رو انجام دادین، کارتون با این پروژه، با این قسمتش تمومه و میتونید اکسپورت رو بزنید. تو مرحله بعدیش میرید توی اپلیکیشن کپشنو و اونجا بهتون میگم که چجوری کپشن ها رو اد کنید. کپشن رو باز میکنید و create project میزنید. ویدیو رو انتخاب میکنیم تا خودش سابتایتل رو جنریت کنه. Stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. You'll often save money by increasing memory. Stop guessing. Tune it once, save every month. Stop overpaying for Lambda. Real world cost optimization. اینجا یه استایل به خصوصی داره کپشنامون که الان بهتون نشون میدم. توی قسمت استایل، Stop over. توی بخش تمپلیت ها، اینجا شما میایین تو قسمت تکست افکت، تو تب تکست افکت این یکی رو انتخاب میکنین. نکنین میایین پایین اینو انتخاب میکنین و فونتش رو تغییر میدین. تو فونت های انگلیسی مانستر رت یا همچین چیزی، مانستر رت رو انتخاب میکنین. اینجا کارتون تموم میشه و تو بخش کپشن اینجا ستینگ رو میزنید و اینو روی 1 میذارید. 1 یعنی که کلا یه دونه کلمه بیاره براتون. اگر هر چقدر طولانی تر بزنین کلمات بیشتری براتون میاره. نگاه کنید
خب ما همچین چیزی رو نمیخوایم، الان یک کافیه و دونه دونه کلمات میاد. کاری که اینجا میکنین اینه که کپشنی که بهتون داده رو با ترانسکریپتی که تو دستتون دارید چک میکنید و مطمئن میشین که بر اساس همون هستش، به خاطر اینکه این ممکنه بعضی از صحبت‌ها رو درست نفهمیده باشه یا بعضی از کلمات رو نتونسته باشه تشخیص بده. برای همین برای اینکه بخواید ادیتش کنین، مثال میزنم، شما الان فکر کنید این استاپ رو اشتباه نوشته، یه همچین چیزی نوشته. شما چیکار میکنین؟ روی کلمه میزنین، اینجا ادیت رو انتخاب میکنین و استاپ رو میزنین. در صورتی که غلط باشه شما این کار رو قرار انجام بدین، ولی شما برای تک تک کلمات ادیت رو بزنید و از اونجایی که این همه رو لویر کیس نوشته، اولین حروفش رو کپیتال کنید که همچین چیزی بشه. دوباره بعدی رو کپیتال کنید تا آخر. ما تمام کارهایی که داریم اینجا انجام میدیم رو دوباره بعد انجام بدیم. چرا؟ چون نگاه کنین این کپشن بعد یک کوچولو بزرگتر این پایین قرار بگیره. Real world cost of ولی وقتی تمام اینا رو ادیت کردیم و به اون قسمتی رسیدیم که اون ویدیو رو وسطش گذاشتیم، مثل اینجا، این کلمات نمیتونن این پایین باشن و شما کپشن دیگه هم نمیتونید اد کنید. شما این کار رو میکنید از اونجایی که این جملات شروع شدن، مثلا کلمه منی اگر یادتون باشه اولین کلمه‌ای بود که قرار بود توی این قسمت باشه، شما تمام این کلمات رو حذف کنید. دیلیت رو بزنید و حذفش کنید. دوباره انتخاب و حذف کنید. دیگه کلمه یوز اینجا هستش. دوباره همه اینا رو ادیت کنین. کلماتی مثل AWS که مخفف یک کلمه بزرگتر هستن رو اینجا کاملا کپیتال بنویسید. دونه دونه اینا رو اولش رو کپیتال کنین و وقتی کارتون تموم شد اینجا اکسپورت رو بزنید. اینجا بخش اینستاگرامه، روی 1080 بذارید و چک کنید ببینید که این مثلا روی اینجا نیفتاده باشه که بعدا نشه خوند. اینجا بذاریدش و اکسپورت رو بزنید. وقتی که کارش تمام شد، ویدیوی جدیدی که اکسپورت کردین رو دوباره اینجا باز میکنید. Create Project رو میزنید. ویدیو رو انتخاب میکنید و دوباره میخواید که کپشن رو براتون جنریت کنه. stop overpaying for Lambda. حالا ما برای چی این رو اد کردیم؟ برای اینکه این بار بیایم توی این قسمت و این بار دوباره اون ادیت ها رو Many انجام teams بدیم. under-allocate memory. دوباره کپشن رو روی 1 بذاریم و Stop این overpaying بار for Lambda. بیایم کپشن رو وسط قرار بدیم، بزرگش کنیم که یه همچین شکلی بشه. Many teams under-allocate memory, causing slower execution and higher costs. پس اینجا ما قراره همون جمله‌ای که توی ویدیوی قبلی پاک کردیم رو داشته باشیم و تمامی جملات دیگر رو پاک کنیم. پس از اول شروع میکنیم و دونه دونه پاک میکنیم. نکنیم ویدیوی همچین شکلی میشه. Memory size smartly, you're wasting money. Lambda charges based on memory and duration. Many teams under-allocate memory, causing slower execution and higher costs. پس ما همه اضافات رو پاک میکنیم و دوباره اکسپورت رو میزنیم. برای اینکه هر ویدیو رو بخواین کپشن ورش بزنیم بس حداقل 2 بار نیاز دارید که اکسپورتش کنید. یک بار برای اینکه کپشن در مرکز ویدیو باشه و یک بار برای اینکه کپشن به صورت ساب تایتل پایین باشه. اینجا که دیگه اکسپورت رو بزنید کار تموم شده و میتونید با رینیم کردن ویدیو اونو آپلودش کنید. این تمام مراحلی بود که نیاز دارین انجامش بدین. خسته نباشید.